آقای یگید منتظر جواب شمایم. آقای یگید یگید خاموش نیست، با آقای مامور جواب ده. خدایا چرا خاموش است؟ نمیدونم آخر. گوش کنید، حاضر عقد نکاح را قطع میکنم. زود باش جورا جان، بازیچه اینها نشو. آقای یگید جواب میدهید یا نه؟ ببخشید. بله قبول کردم. و کجا برادر؟ بدرون دور شو از نظرم. تو کیستی؟ چی میخوایی؟ من باید بدرون درویم. چی شد برادر؟ در درون من چیکار باید داری؟ درویم. سردارم در درون است. سرکمی سر در درون است. من باید درویم. سر این مرا. یگید چی موقعی شد آمد؟ بیشتر از ماشین رو بگیر. رفتم در کار با من یوریده. آرام باشه تمام. آرام باشه. هیچ گپ نیست. و بیمار خونه میره. آرام باش. آرام باشه. مالش بیا. اول با بیمار خونه رویم. بیا. شیر. آرام باش. اوستتر. تستر. البته به بیمارخانه میرویم امک. بیامان بیمارخانه را، حیات پسرم در خطر است. حالتون خوب نیست، زخمدار است. خانه عهد و نکاح در عمرانی از زود باش. با اجازت سردار ریاست منطقه که مرا وظیفه‌دار کرده است در حضور شاهدان عقد نکاح شما را اعلان کرده است. شما را تبریک می‌گویم. پایش با این حجت عقد نکاح شماست. او را با شخصی که قابلیت خوبی محافظت کردن دارد و خانم ملکه می‌سپارم. مبارک شود. مبارک شود. برادر التماس مرا گوش کنید. حیات داماد در خطر است. اکا به خدا قسم سلاح به دست در درون. مرا گوش کن. شوخی میکنی؟ در درون است میگویم. با دو چشمان خودم دیدم. مراد لبایکا تو اینجا ایست. خوب شده است. زودتر باشید. با تو خوشبختی میخوام. مبارک شما. جناب یکتی بود. خدا وقتش نیست. تبریک خدا می‌کنم. نرسون. مبارک شود. به شما هم نصیب گردان. آمین. جناب در بیرون یک مرد میگوید که در درون یک مرد اسلام اندازه است. دروغ میگوید. میخواد که از داماد شیرین کام گیرد. او را دور کنید از اینجا. خوب شده جناب. تشکر. خدایا خیلی خدا شما را از چشم بد نگه دارد. خدا به شما هم نصیب کرد. جورا جان، این چه افت اندام است؟ در توی میباشی یا که در جنازه؟
انشالله هر دیتون همیشه جاویدانه یک جا باشید جناب. تیزتر زودتر تیز باش میگویم. چقدر تیزتر؟ از این تیزتر نمیشود. با سرعتی بلند رفته ایستادیم. تلفن رو ده. تلفن را. دیر دمک. الله صاحبه در کجایی؟ من هم با خونه عهد و نگاه میرم. در آنجا با میخوریم. تیزتر را. اکا جان نمیرم. با کجا؟ اکا صبر کنید. آخری تیموس برو گوش کنید. من در سیلابا دستی است. برو نگویم. آخر راز میگویم اکا. این مرا سردی میگویم. مبارک شود. آفرین. یک طرف ایستم که پرونم. یک طرف بگیم نمیفهمید. یک طرف ایستم. اما با زمین. یک طرف ایستم. این توی رو با ما تبدیل نمیدیم. زمین. ملکه. شروع. Dori tacini lo c'è sale zuttar. Dori tacini lo zut c'è sale. او را دستگیر کنید. سهوان داماد را پروندم. لعنت به تو بر این نابکار. آخر من چیکار کنم؟ خودش را پیش دید. دیدم جانم دیدم. پلیس. مرده است. زنده با ما لازم بود. رفتیم این او را میکنیم. اکا کارها بد. او سلاح دارد. دیر مردیم. خیلی او با کجا رفت؟ پلیس. اکا سردار زن بزن. با من ده. خوب شده سردار. یکم کار کنه داخل التجا میکنم. یکی برو کدک را به خانه ما ببر. خوب شده است. التماس آخر یکم کار یاری تجلی راجع. یاری ترگیلی در راه است. همین زمان باید رسد. اکا ایگی تو باید این نمونی التجا چشمت رو بشو. التجا میکنم چشمت رو بشو. سلطان باشه. خدایا. سرکمیسر از دستم کاری ناومد. آخر یکم کار زودتر کمک کنه. رنا این رو با من تیز. چرا کشته با زخمت زیر
آخر دکتر رو جیغ بده زودتر آخری زودتر اون به شرفی پایین رو دیدم خبر داده بودم اما محافظان با من راه ندادن. چیکار یعنی؟ شخص سلاح با دست رو دیدی؟ بله دوره اما نجیب سردار از پس او رفت. التماس نامو التجا میکنم یگان کس یاری تجیب التجا میکنم یگان کار کنه داخل. آخر کجا شد یاری تجیب اتان کجا در جیغ زده داخل. اکر سردار آمد. ثابت زودتر با درون در رایم. سردار با گمانم که دیر شده حادثه روی داده است. ایگید بابا یگون واقعه روی داد. نمیدونم سردار. سردار شما زخم دارید احوالتون چی خیر؟ میدانم باید پسرم را بینم. یگید یاری تجیب اتان به فکرم نمیآید. ما خودمون باید رو بدیم. نمیشود انتظار افر نمیبینید خود رفته ایستاده است آخر. رفت زودتر ماشین رو تیار کن. مایلاش زودتر برداریم. ایست از جایش نجنبانید. چیکار میکنید شما؟ نمیبینید به مرده ایستاده است. چه مردنش فهمید خیلی نگاه کرده میایستید آخر برداره زودتر بردارید آخر دست رو تو کاردار نشم. ما خودمون میبریم. میبرداریم آیسته بردارید. احتیاط کنید بردارید آیسته احتیاط کنید سرش رو دارید آیسته توقت کن پسر با دقت باشد زودتر آیسته احتیاط کنید آیسته کنید احتیاط کنید یازی زودتر ایگید پسرم زخمی شده است. ثابت او را پروندن. آیسته خدایا مرا سردید رهام کنید. سردار خودتون رو نگه دارید سردار. دل موندم. پسرم را پروندن. ماشین رو تست رو. سردار های کن زودتر. سردار سلاحات را پرتا گفتم نباشد به پیشانی تیر میخوری. مورلاتی مرده است. سزای بد کردار همین. زودتر احتیاط کنید زودتر آیسته با ماشین در آیسته یکی تو ملکت از این طرف رفت توقت کنید آیسته خیری زودتر هایکن زودتر. یکی در کجاست؟ با او چی شد؟ او در کجاست؟ به مرخانه بردن. والا شکل بود؟ نمیدونم. نیازی کسی به اینجا نزدیک نشود. همه جای ها را کنج به کنج میکوبی. اطاعت سردار. ممدو تو در اینجا ایست. کنی بین ثبت کامرا است یا نیست؟ کسی که این کار انجام داده است را حتما میابیم.
زودتر زودتر خیر التماس زودتر رام زودتر باشه آپا جون حاضر میرسیم غم نخورید با سرکمیزن هیچ چیز نمیشود چشمت رو کشو یکی التماس چشمت رو کشو نمون یکی چشمت رو کشو التماس زودتر رام گفتم گز رو زیر کن نمیفهمی چشمت رو کشو باهوشو یکی باهوشو یکی ملیکه باهوش آمد خدایا من نشدم زودتر خیلی زودتر کمو خاطر نشوید دنگه جان حاضر میرسیم یکی کمی زودتر خیلی حاضر میرسن یکی نمور به تو زندگی کرده نمیتوانم یکی زودتر خیلی زودتر خدایا رنم نمیرد صبح تکا رئیس چی شده است؟ نمیدونم زخم برداشته است. تو ماشین را هی کن. با بیمارستان میبریم؟ نه با قرارگاه خودمان. مایلش مرا گوش کنید. سردار را آورده ایستادم. زخمی است. همه را زود تیار کنید. با طبیبان هم خبر دهید. تو نسبت این کار چه فکر داری؟ که این کار کرده باشم؟ آرام باش عزیز سردار. برای چه آرام باشم؟ بگو برای چه آرام باشم؟ مثل شما هم برادری ما میباشم. امیتاب آیا میدانید که او را با کجا رساندن؟ برادرتان بوده است. چی؟ این سکایت را گرفته دفع شو. تو چی گفته نداره خودت نمیدونی؟ جوابی را البته میدی. فهمیدی؟ جوابی را البته میدی. فهمیدی؟ آخان لبای سردار. تو کودکان را گرفته به خانه بر. سردارم بیمار خونه می روید. بله. ما رو بخبر نمانید. مالش با تو زنگ میزنم. خدا مدد بود. مرحبا شیره. یاری ده یکی طاقت یکی آیسته با او چه شده؟ را پروندم یکی طاقت کنه احتیاط کنه زودتر را نجات زودتر آیسته احتیاط کنه راه کشوه زودتر یکی طاقت کن یکی التجا میکنم طاقت کن یکی خدایا زودتر از همیشه اول گذرانیده. نه آقای دکتر در معده‌اش تیر است بسیار خون رفته است. یک دقیقه اجازه ده گذاریم. آقای دکتر التماس را نجات دهید التجا میکنم. ببخشید باید تشخیص کنه. من آرام شم یکی همش سرشان از برای من شده جانش رو به خطر گذاشت خودش رو به من سپار کرد رنا نجات مییابد ملیکه البته نجات مییابد مردوین گرخته است احمقها این خدر آدمی بسیار بودید همه‌تان احمقید همه‌تان جواب این را میدهید حالا باشد از نظرم دور شود چشمم شما را نبیند چی شد از جناب؟ از دست آدم های نابکار تو مرد ایوین گریخته است میفهمی؟ مرد ایوین گریخته است؟ چه خیل شد؟ از من چی میپرسی؟ کاری شدگی شد جناب در توی ناخوشی رخ داد چه خیل ناخوشی؟ یگیت برای ملیکه خودش را فدا کرد تو چی ها میگویی؟ او مرد؟ نه زخمی شده است حالا معلوم نیست چه خیل بودنش نقش امان عملی نشد اکنون چی کار میکنیم؟ جناب مهم نیست اگر یگید وفات کنند مرد ایوین را یافته خودمان میکشیم اگر یگید زنده ماند طبق نقشه کشیده امان یگید مرد ایوین را میکشد از عهده یک کار نبرآمده باز نیت دارد که دولت را گیرد چی کار میکنید کردن گیرد رانا چه خبر است؟
حال در جراحی میبوسن اکای نجیب. طبیبون چی گفتن؟ هیچ چیز نمیگویند. همشیره حالش چه خیلی است؟ نجات مییابد؟ نگران نباشید، دکتر هرچی از دستش میآید میکند. التماس او را نجات دهید. نباید میرد. خودش را برای من فدا کرد. شما رو میفهمم. رفتنم در کار. زوری میکنم با یکی مدد زوری و تمام میکنم که چینده مونم. احوالش چی خیل دکتر؟ سرش ضرب خورده است اما ضرر ندارد. خواطر نشوید، احوالش خوب میشود. سردار مرا میشنوید؟ یگید پسر ثابت و چی خیل است؟ در بیمارخانه است. در آنجا یک آدم خودی است. از جراحی که برآمد به ما زنگ میزند. تلفن زودتر تلفن کن. فهم چی خیل است؟ کمال من ثابت. یکی چی خیل شد؟ اکا طول در جراحی است. یک همشیره برآمد. یک چیز هم نگفت. با فکرم که حالش خوب نیست. در کدام بیمارخانه اید؟ در بیمارخانه دولتی عمرانیا. مایلش تو آنجا باش. سردار چی گفت؟ تا حال در جراحی است. راست همشیره خوب است میگوید. راستش رو گوی. و چی خیل است؟ انشالله که خوب میشود سردار. خدایا نه پسران را یافته بودم که این حادثه شد. زاری تولا میکنم این درد را از من دور کن. جانم را و جای او جان مرا گیر خدایا. انشالله هر دویتان شفا میابید و خدا خواهد هم دیگر رو میبینید. کمی صبر کنید. مردبین خدا میدانه در کجا پنهان شده است. او را با یگید و میخورانیم، غمش را نخورید. البته از پس او میشود. اگر یگید زنده ماند در آید. بدیدنی تو آمدم ندیدم روم گل ز باغ وصل تو نچیدم روم تو دیوانه شده ای کایا. ما همه غمگین و تو باشی شادی و خرسندی داری. فهمم تا ما هم کیف و صفا کنیم. چطور شادی نکنم خرسندی نکنم جناب. آیا ازمیر را دیدید؟ همه‌اش را گفتم. همه به میدان جنگ تبدیل یافت. حالا باشد با بهانه ای که گویا حجره های محبس خانه خورد شده است همه را فتنه می اندازیم. کودکان نورسان را به کوچه برآورده محافظان امنیت را سنگ باران میکنیم. در استانبول باشد اتوبوس ها را میسوزانیم. دوامش را میخواهم. دوام میدیم. میکنند جناب میکنند. آن حقوق هایی که دولت به شهروندان میدین با فتنه پیش روی همش را میگیریم. بله نباید که خلق از حکومت دموکرات طلب کند. نه در تلویزیون ها، نه هویت شیعه ها، نه حجاب و سطر و نه آزادی دین. سه چهار کوهستانی از کو آمدند که طلب دموکراتی را دارند. آنها را نابود کردند در کار. وقتی که سخن آید دموکراتی رفت خوب دقت دهید. در عقل انسان ها نباید آزادی آید. باید آنها را فهمانیم که اینها جاهلان هستند که انقلاب کردنی اند. کی میتواند پیش روی ما را بگیرد؟ آن نیزارشان نشان میدیم. این فتنه تا اختیارشان از دست رفتن باید دوام کند. کمی در گوش ملت سیون گپایی راست و دروغ کردان را میگوییم. ناقل بمب رو آتش زده آهسته آهسته راست به هدف میرسیم. اما من تا حال صدای بمب را نشنیدم. جناب به شما توصیه میدیم که این روزها از خانه‌تون بیرون نبرایید. این ترکش با شدت میشود. نقشه های چیزی باشد به ما هم فهمان. نقطه به نقطه
این انقلاب کردان برای ما امکانیت آخرین است. های جناب، های در حال تیاریم را میبینم. مطمئن باشد که در حضور شما بهترین نقشه های خود را پیشنهاد میکنم. منتظر نقشه تو میباشم. حالا باشد میتوانی بروی. و دیدنی تو آمدم ای ندیدم میروم. جناب من هم اجازه دهید. کارم بسیار است. به فکرم حالش خیلی بد است. بینید یگان خبری نیست. انشالله صحت می شود ملکه. غم نخور. همش عیب من است. خودت رو عیبدار نکن. کاری شدگی شد. تو میدونی که یکی تو رو خیلی دوست می داشت. مگر برای دوست داشتت تو جونت رو فدا نمی کردی. یک فکر کن ملکه. یگان چیزی افتید نجیب که این کار رو کرد. آن شخص کیم چی گفته داد زد. کی هستند آنها؟ نمیدانم زنک. کافته میابیم. به من اجازه ده. نجیب سردار زنگ زده ایستاده است. گپ زن. لبای سردار نجیب. با فکرم خبردار هستید. شنیدم. بسیار غمگین شدیم. خدا با یگید شفا دهد. قاتل پیش از مردنش این کارو بنا میکت میکنم گفت. از این هم خبر دارید؟ سردار با قاتل یگید نامی مرا هم دادن. گمانم راست برآمد. میدونم این کار شما نیست. اما من دیوانه شدم. اگر من دیوانه شوم سردارتان هم شاید که دیوانه شود. این را هم دانسته گیرید. ما یگان کار نکرده ایم. چرا تو حال با من باور نمیکنید؟ دوست جانی هم در پیش چشمانم جان داده ایستاده است. یگان خبر را دانید به من حتما گویید. نباشد کار رنگ دیگر میگیرد. با تو باید واخریم نجیب سردار. مسئله های مهم. بعضی حقیقت ها را باید دانی. گوش کن. من از این مسئله های مهم شوسر شدم آقای ثابت. چیزی که نگوید دیگر فایده ندارد. زیرا که از باوری برآمده اید. شما را میدونید از باوری برآمده اید. الو نجیب سردار. تلفن رو خاموش کرد. سردار شما چیکار میکنید؟ اگر خانه میروم پسرم رو میبینم. هرگز پیش روی سردار مرا نگذاری. سردار یک دقیقه است. صبر باشه شد. سردار شما را عقل نشان دادنی نیستم اما ما را گوش کنید. آنجا عینی حال خطرناک است. پسرگار میخواهد که شما با یگید واخورید. آن وقت هم خودتون را و هم یگید را زیر خطر در اینجا نشستم خبر مرگ پسرم رو انتظار شوم. اون نمیمیرد. با من باور کنید نمیمیرد. پسر شما با قوت من باید را ببینم. سردار نباشد همه یک جا میرویم. شما را تنها نمیگذاریم. همیشه یک جا باید باشیم. باید انتظار شویم تا که از جراحی براید. آن وقت چاره میجوییم. انا بعد با شما وعده میدهم که یگید رو میبینید. چی خبر های نام سردارم؟ طبیبان چی گفتند؟ انتظار شوید گفتن مندو انتظار شوید. تو یگان چیز یافتی؟ قاتل را کشتگی شخص ورا ناموده می بوده است. خلاصه با این کار علاقمندی دارد سردارم. پیکاز؟ یک وقت مبادله ارز داشت. شریک بودند. خوب انشالله تقدیرش هم یک می شود. یگید خوب شود. پرونده پیکاس رو در حال با آخر می رسانیم. پرونده پیکاس رو با آخر می رسانیم و پرونده این شرمنده چی می شود سردار؟ این موریافی باز شرم نکرده خود رو با گریه و نولا می اندازد. زنده آروم شو. حالا شما خرسند هستی نه؟ جوره هم مرده ایستاده است. برای کی؟ برای تو خرسند هستی؟ ها خرسند هستی؟ ممدوح با تو چی شد؟ دیوانگی نکن. ممدوح آرام شو. عیب ملکه در چی است پسرم؟ اگر وصیت و سلامت نبراید بعد تو رو میدونی چیکار میکنم؟ ممدوح آرام شو ممدوح. اگر رفیق تو باشد شوهری او میشود. ملکه یگان عیب ندارد. چی مگر او یگیت را پرون؟ چی رو میدونی رنا؟ آرام باش. رنا
تو ممدو را گرفته یک سر رو گشت کنید. رفته ممدو. زیق نشو. راه گرد. از غم بسیار چی گفتنت رو نمیدونی. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ از روزی اول این دختری بیچاره رو بد میبینی. همه ای کار خدایا پروردگار برای چی؟ التماس آرام شوید. عذر. هممون در اونجا بودیم. دیدیم. یکی خودش رو زیر خطر گذاشت. برای زنی دوست داشتش. در این واقع تو ملکه رو گناهکار نکن. گوش کن رنا. بسیار کارهایی هست که تو بخبری. چی کارها بود است؟ چرا نمیدونستم؟ به هر حال یک طرف گذاریم. این خیلی نمیشود. گپ رو سرگردیم. تو آخرش بگوی. چرا این دختر رو گناهکار میکنی؟ کنی بگوی. همش رو بگوی. میدونی این ملکه ممدو لبای سردارم. و شما گفتم که کمی سر رو گشت کنید، نگفتم که جنجال کنید. ممدو چیزی گفتنی بود سردارم. انتظارم. ممدو یگان چیزی گفتنی ندارد. همینطور نمیمدو. خودش چی گپ سردارم؟ شما چی رو از من پنهان میکنید؟ کمی اعصاب‌های ممدو رو ویران کردیم. بنابراین چی گفتنشون نمیداند. هیچ باوریم نمی آید. بس کن ملکه جانم، گریه نکن. هممون غمگینیم. برای ممدوح این آسان نیست که دوستی دیرینش را در این حال بینه. ممدوح چیزی که گوید حق دارد پیغمبر. تو امروز مرا کسی مثل او دوست نداشته بود. حالا باشد او را از دست میدهم. همه‌اش عیب من است. عیب من. احوالش چه دکتر؟ زخمشان قدر وزنی نبوده است. تیرو برآوردیم. امشب استراحت کند، پگاه به خانه‌اش میرود. نگران نباشید. یگید از پیشتر دیده خوبتر میشود. این یگیتی مشیر است. با او تیر هم تأثیر کرده نمیتواند. برای هممون خوشبختی است. به خدا شکر که نجات یافت. خیلی ترسیدم پیغمبر. اگر با او یگان حادثه میشه. خیریت که نشد دیگرش را فکر نکن. التماس اجازه دهید گذاریم. یگید برای من شده خودت رو فدا کردی. منی دیوانه چطور اینقدر مهر و محبتی تو رو نفهمیدم. عشق اصلی تو رو نفهمیدم. التماس مرا ببخش. خانم وقتی که بیمار خوب شد پس گپ میزنید. التماس یک دقیقه دیگه صبر کنید. ملکه من همشیره کارش انجام دیم. ملکه این مسئله رو زودتر حل کنید. سردار از بیمار خونه کمال زنگ زده است. الهی خبر خوش باشد. گپ زن کمال. بله. آها. خدا را شکر. خبری خوش. یگید صحت و سلامت است سردار. به تو شکر میگویم خدایا. استودیوی همصدا تقدیم میکند توجه با دو حرف ج، جایزه و جهاد. حجب نگارانی تاجیک از قبیل غریبشا کمپانیا، خندین کمان، شکرخند، آچه زیکه و بیکه، کیفولا و مستولا. عربشو کمپانیا. همچنین گروهی محفل‌آرا در نوهای تقلید، سرود و صحنه‌های حجوی و مونولوگ برای کلیدی وقت 21:07 23 می ساعت 17 در تالاری کاخی باربد رقابت میکنند. در مهمانی سرایندهان نیز دعوت شدند.
غالب یا صاحب ماشین را مخلصان و تماشابینان طریق آوازدهی SMSی در جریان آزمون معین میکنند. علاوه بر این مخلصان نیز بی تحفه نمیمانند. محفل را علاوالدین عبداللهیف و مستوره آرتیق راویگی میکنند. رقم های تلفن برای تماس 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28 همصدای دل شما. شکر خدا یگید نجات او نجات یافت، اما او را به این حال گرفتار کردگی شخصون باید بمیرد. سردار گفم را از دهانم گرفتی. بیا میرویم. ممدو با کجا میروید؟ کارمون است. قاتل را یافتید؟ دانسته گرفت که من هم از پای این کارم. ما او را به جزا نمیگذاریم. یگان ترشان را به جزا نمیگذاریم. والا باشد رفتنم لازم. گذارید. شکر خدا نجات یافته است. لبای سردار همه بچه ها را جمع کن. در دفتر پیکاس رو میخوریم. دفتر کاری پیکاس؟ بله، پیکاس را دستگیر میکنیم. در حال برایید. اطاعت سردار. سرجم شوید، با عملیات میرویم. حتما این نوبکار رو هم دستگیر میکنیم سردار. وعده میدیم که من او همه رو در قفس نگاه میدارد، لیکن حالا باشد خودش درون قفس میدراید. خوب ببینیم وقتی که ما رو بینه چیکار میکنه. نه، با آقای زکی یحیی هم خبر ده. زودتر بچه‌ها، زودتر. کجا میرویم؟ با دفتر کاری پیکاس. در اونجا ما میخوریم. سردار ما تیاریم، براه میبرایم. رفتیم. چی آوردی؟ خوراک آوردم. مایلش گذر. با شما خوراک آوردم. نمیخواهم. پسرم تو با کدام رویت به اینجا میایی؟ شما به خوبی هم نمیارزید. موش بچه کن از اینجا دفتم وگرنه تو را میکشم. ملکه خانم ملکه کدام شمایید؟ منم ملکه. بیمار به گپ در آمد. اول نام شما رو بگید. اجازه میدهید که او را بینم؟ التماس وعده میدهم که بسیار کنید. ما از نیکاه به اینجا آمدیم، نه خاندار شدن. التماس مایلش اما دکتر نبیند. من به شما لباس میارم. این خیلی در آمدن نمیتوانم. به هوش آمده است.
همه جا پر از محافظتگران. بفرمایید آقای مأمور، چه لازم؟ ممدو، تو یکون بار سگ را که سخن میگوید دیدی؟ هوای اینجا بسیار بدبوی است سردار. اینجا را تازه کردن لازم. اجازت نامه در آمدن دارید؟ راستی که من در 1 سال 3 هفته اجازه دارم، آن را در اینجا صرف نمی کنم. بچه ها را گرفته سیر کنیم. چکل می شد مندو؟ با خدا عجایب می شود سردارم. من هم اجازه دارم، حتی از آقای دادستان. آمده ایم که قبیله شاهین را دستگیر کنیم. بگو بیرون برایت. حالا نیست. از این پنجره که نگاه دارد؟ سرابیو نیست؟ با جناب خبر دهید که ماموران آمدند. خطا کردند. خوب شده است. اگر نجیب علمز گوید بسیار خرسند می شود. خوش آمدی نجیب. جناب پلیس ها آمدند، شما را میپرسند. دیدم. یک زمانی از دارد فقیر رو پیش کرده بودی، اما اون جوانی با شرف بود، به یاد داری؟ بسیار آدمان را پیش کردم، در خاطر ندارم. آرام باش، من از آنها نیستم. سیب میخوری؟ از این عزت دست نمیکشم. نباشد تسر رفتن در کار. هیچ گپ نی، عمر رو میشنود. حس میکند پدرش رو. تا او را نبینم راحت نمیشوم. یک پاره دیگر؟ باقی مانده شد در شعبه من دوام میدهیم. سبب؟ جنایتی صادر کرده؟ کدام جنایت؟ آدمی که در خانه عقد نکاح تروریست را کشته است، برال کچماز. همکاری پیشینه شما بوده است. در عالم تجارت آدمی باورناک شدن جنایت است. دوستی پیشینم یک مدت کار کردیم، بعد نافهمی شد جدا شدیم. سالهاست که ندیدم. چی میترسی؟ نه، فقط دانستن میخواهم. همینم که سبب این راه هم یکی دانستن میخواهد. اگر فهمد که قاتلش دوستی پیشینه تو بوده است، در اوسیت میشود. من بعد یک چند ساعت برمیگردم. بیاید رفتیم. مرحمت، پیش گذارید. جناب، با دادستان خبر دهیم. در کار نه. بیهوده همه را خواطر نکنید. مرحمت آقای کوبیلای. وقتی که سوار میشوی سرت را احتیاط کن. خدا نگاه دارد یکان بلا نشود. باز رفتیم بچه ها. گریه نکن. همه‌اش گذشت. همه‌اش خوب است.
خیلی ترسیدم. با تو یگان حادثه میشه بعد گفته ترسیدم. ماما با تو یگان چیز نشده است. مهمش همین است. بله تو رو هرگز تو خودت رو برای من سپار کرده. من تو برای من این کار را نمیکرده. میکردم اما من گمان نمیکردم که تو برای این قدر دوست میداری. انسان برای دوست داشتهش اگر جانش را فدا نکند آن جان یگان ارزشی ندارد. برای تو همیشه جانم را فدا میکنم. هزار جان داشته باشم همش فداییت تبسم تو باد. با تو چی شد جانکم؟ خیلی سخت درد میکند. نه همش خوب است. دکتر چه گفت؟ پگاه یا روزی دیگر جواب میدهند. اکای نجیب در کجاست؟ در اینجا بودند بر آمدند. آن قاتل چه شد؟ کشته شد. قاتل تو را داشتند. اکته جوابش را البته میدهد. این گپارو من التماس گوش کن. به تو چی میگویم؟ وقتی که صحت شوی از اینجا یک چند مدت میرویم استراحت میکنیم. حتی شاید دیگر بر نمیگردیم در یک جای دیگر زندگی میکنیم. چی گفتی؟ نمیشود. من نمیگذارم که او را زنده مانم. به هر حال نترس. دیگر یگان چیز یگان کس به ما تهدید کردن نمیتواند. دیگر ما را از هم جدا کرده نمیتواند. هیچگاه. خانم ملیکا التماس به ما رو خسته نکنید. من چقدر احمق بودم، چقدر کور بودم. چرا محبت یگیت رو نفهمیدم؟ ملیکا یگیت چخیر؟ خوب است، بسیار خوب است اپای هنر. انشالله اکای نجیب اون نوبکارو میابند و سرش رو میبرند. آدمانی کی بوده است؟ یگیت یگان گپ گفت؟ نه نگفت اپای هنر نگفت. مرا گوش کن. مемури گفته لباس عروسیت باشد کفنت می شود ملیکا. تو را آخرین بار پیش از مردنت دیدن می خواهم. من میروم. یگیت رو پرتوخته به کجا میروی؟ لباسم رو عوض کرده میآیم. باز برای یگیت از خانه لباس میآورم. اگر خواهی همراهت روم. لازم نیست رانو، تو اینجا مون. من زود رفته میآیم. مایلش.
یعنی گپی مهمی گفتگیت همین بوده است. همش رو میدونستی لیکن به من نگفتی. حالا این سایه من به تو نشان میدیم. تاکسی. سلام، خوب است؟ خوب است سردارم، شکر خدا خوب است. یورال کجماز به جنایت‌های زخمی کردن، به یغما بردن، تهدید، اغوا دست داده است. 2 ماه پیش از محبس برآمده است. معلوم که آقای کوپیلا انسان‌ها را خوب نمی‌شناخته است. خدا نگاه دارد، این گونه انسان‌ها شما را برای بد میبرند. بسیار نصیحت کردم اما گوش نکرد. از کجا میشناسید؟ چند سال پیش نزدم آمد. در کار تجارت همکاری میجوست. دیدم که کاری منفعتناک. من هم راضی شدم، از آنجا میشناسمش. بعد یگان مراتب هم وا نخوردید؟ 1 سال شد که از همکاری دست کشیدم. بعد یگان مراتب وا نخوردیم. آن روز در خانه بخت بودنش را نمیدانستم، تماما بیخبر بودم. با او یگان همکاری هم ندارم. مرا گوش کن. پیکاس هستی، میکاس هستی، کسی که نباشی. این دفعه چیزی که نگویی به تو باور نمیکنم. نابود شده میروی. همه چیز را آشکارا نقل کن. یک جای این نقشه را کشیدید. من از یگان حادثه خبردار نیستم. از حد گذرانده پیکاس. من برادرم یگیت را مثل جان و دلم دوست می‌دارم. برای چی این خیل کار را دوام دهم؟ مقصد اساسیت ملکه را کشتن بود. اما یگیت جوان مردی نشان داد، نقشه های شما را برباد داد. من مرگ یگان کس را نمیخواهم. اینها همش فکرای احمقی اند. میتوانستم حقوق خاموش دادن را استفاده برده گپ نمیزدم. همش از روی حرمت. وای من نکن. از حد گذراندی. وقت کم ماند پیکاس. خوب فکر کن. تو در همین جاییست، نظارت کن. اطاعت. این آدم کیست رنا؟ نمیدونم، او رو باری اول میبینم. پسرم، چرا با تو چنین کردن؟ با شما که میشود آمد؟ یکی از نزدیکانم. تلفنی هم یادش کردم. یک اجازتی ثواب میگیری ها؟ البته آمد، لیکن دور و دراز نشود. اول ما رو پروندن، حالا باشد تو رو. چشمت رو باز کن، چشمت رو باز کن، از خوابت خیز، بیدار شو. سلام. شکر خدا که نجات یافت. یگیت رو میشناسید؟ نه شناسیدیم، اما یکدیگر را دوست می‌داریم. طبیب چی گفت؟ صحت میشود. سرم تو را هرگز تنها نمیمانم. ببخشید چی گفتید؟ سردار اگر رویم بسیار خوب میشد. بعد یگان کس آمدنش ممکن. مایلش. نشونیده. جواب ده به سوالها. یک جای نقشه کشیدید. با شما میگویم که خیلی شد او را ندیدم. اما در تلفن گپ زده اید. انس، ثبتا در اینجا. بوم. انا وقتت رسید. تیاره افتی. دودش برآمد برای آنکه
نشستی خطرناک کرد. خلبان 8 بار خطا کرد. ادوکت خود را میخواهم. میکشی مرا. تو همش رو میدونستی. پیش از نکاح قصد کشتن مرا میدونستی. اگر میدونستم با تو میگفتم. گپ زن فرمانی کی بود؟ قاتلی که ته گفته است. با من باور کن. انسانی را که اجلش آماده باشد دروغ نمیگوید. پیکاس یا پیساگور کی بودنش را تو خوبتر میدونی سویا. با تو گفتم گپ زن. وگرنه چرا ما را با خبر کردی؟ ایانو بیان گفته نمیتوانستی. ترسونچک. آفرین. من ترسونچک بودم، تو نه. همین خیر. پس تفنگت را گذار. به خدا قسم میپرونم. تو حال نفهمیدی ملیکه. من تو را آگاه نکردم. مسئله شخصی هم بود. از آن روزی که ایگید را به شوهری قبول کردی برای من حکم مرده را داری ملیکه. ملیکه، این سوال را یک گذار. شکر کن که در قید حیات هستی. مهمش همین است. شوهرت هم از دم مرگ نجات یافت. باز چی میخوایی؟ هرگز نام یکیت رو به زبان نگیر. فهمیدی؟ دیگر هرگز به زبان نگیر. تمام دوستان و نزدیکانم قصد جانی من را کردند. او باشد جانی خود را برای من شده به خطر انداخت. وای وای وای. چی شد؟ جاسوسی هر دویمان وقتی که لباس عروسی را پوشید به شاهزاده بانوی بیگناه تبدیل یافت، یا اینکه در حقیقت عاشق یگید شدی؟ حرامی دوریه. پس عشق حقیقی آغاز می‌یابد. با من راستش رو گوی. این فرمان را از که گرفتی؟ وقتی که یگید خودش را پیش تیر ماند، تو با او دل بای دادی. وای وای. من به همتون سوی قصد را نشان میدیم. فهمیدید؟ نشان میدیم. ملیکه، کشتنی باشی بکش، نباشد درش از اینجا. دوستی محترم. دیگر من و تو دوست نیستیم سایه. تو فکر نکردی که شخصی که امروز قصد جانی من را کرده است فردا تو را میکشد؟ ملیکه، با تو آخرین توصیه میدیم. اگر به نزد پیساگور یا اینکه پیکاس رفتنی باشی هرگز نرو. نباشد با پای خودت به سوی اجل میروی. تو برای آنها حکم مرده را داری. باور نمیکنی، اما حالا برای تو از همه بهتر یگید. او را از دست نده. از او جدا نشو. یگانه دوست اکنون یگید است. او هم در آینده نزدیک همش را میفهمد. احتیاط کن. اکنون میتوانی بروی. با تو آخرین توصیه میدیم.
اگر به نزد پیسگار یا اینکه پیکاس رفتنی باشی هرگز نرو. نباشد با پای خودت به سوی اجل میروی. تو برای آنها حکم مرده را داری. باور نمیکنی، اما حالا برای تو از همه بهتر یگیت. او را از دست نده. از او جدا نشو. یگانه دوست صدقون یگیت است. این کار تلفن رو بسیار خوب کش کرده. شخص سخنان تلفن رو قید میکند و شخصانی به ناموس تهمت میکند با واسطه تلفن. این کار موافق قانون جزا دارد. این خیلی احمقی نمیشود نجیب سردار. برای چی کوبیلای در امنیت سخنان دروغ گفت آقای ادوکات؟ در زیر فشار پسیخولوژی خودش قید کرد که ادوکات نمیخواهد. آیا درست است آقای کوبیلای؟ در دفتر از ماموران خواهش کردم اما مرا پسند نکردند. شنیدید؟ او را مجبور کردید. کاری کرده شما از چارچوبه قانون بیرون است. مرا گوش کن ادوکات. آرام باشید نجیب سردار. وکیلم، طرز درست بیانات اینگونه می شود. مرحمت آقای کوبیلای، امضا کنید. کارمان تمام. حالا با این جنابان دغل خدا حافظ گفتم می رویم. نجیب سردار با اجازت شما، رفیق نزدیکم در بیمارخانه است، با عیادتش می روم. باز دفترتان را از دروغ پر کردید. اما روزی می آید که آن دفترتان عوض می شود. در نزدیکی دکان گلفروشی است نجیب سردار. هست. در طرف چپ بعد از گردش. برای جنازه گل سپارش داده بودم. اگر نام مرا گویی برایت ارزان می کند. بسیار مهربانی. سویا، من بیمارخانه با عیادت یگید می روم. تو مثل نقشه کشیده همون آماده باش. یگید این مسئله رو نمیداند. نه، فکر میکند که ایکت کرده است. اکنون وقتی آن آمده است که باید داند در پس این کار کیست. مایلش از شما انتظار خبر میشم. جناب، نقشه من این گونه می باشد. اول من به قندیل میرم. کاری که در کوه نیمه مانده است در شهر به آخر میرسد. میفهمید؟ عملیاتی که از طرف گروه تروریستی انجام یافت بسیار خوب گذشت. اگر آدمایمون از کوه می آمدن با ما یک جا می شدن تا وقتی که این کار دوام کردن گیرد در شهرها ترور ادامه می یابد. و شما وعده می دیم که شهرهای استانبول، ازمیر، ادنه، مرسین و دیارباقی را به میدان جنگ مبدل می گردانیم. نقشه بسیار خوب. برای من و آدم‌هایم بعضی از عائله‌هایی که شهید شدند کافی است. اینها مدال‌های خود را برگردانیدن ضد حکومت می‌ایستند. پس ادوکاتی که با برادرم در امرالی واخورده بود تهمت‌های راست و دروغ علاوه کرده و سامانه‌های اینترنتی پخش می‌کنیم. اگر در کار شود امرالی را هم بیکار نموده گناه را به ادوکات بار می‌کنیم. همین طور یعنی که ما کاری نکردیم. جانک من. بعد با همه نشان میدهیم که حکومت با امرالی همکاری میکند. عملیاتی که در ازمیر ضد کردان کردیم در دیگر شهرهای غربی مملکت هم میکنیم. مثلا یک اتوبوسی که پر از آدم باشد و محض به سبب گپ زدن به زبان کردی یک چند کرد را به قتل میرسانیم. به خانه پلیس ها باشد یک گروه کردان را سفربر کرده تار و مار میکنیم. در این حادثه پلیسان با کردها روبرو میشوند. برای فتنه انداختن آنها را تحریک میکنیم. فهمو؟ در آنجا پلیس یکان کس را پراند هم ما موفق میشویم. بسیار خوب. خوب میشود جناب. کی گفته است که گوشت از ناخن جدا نمیشود؟ چه خیلی که نباشد
نه گوشت از ما نه ناخون. چه گمان میکنید باری اول است که از دست ملت کشیده میگیریم؟ ما سالهای دراز موفق شدیم که انسانها را دشمن خدا، پیغمبر، تاریخ و اجدادشان کنیم. چه دو برادر را بین خودشان دشمن کرده نمیتوانیم؟ میتوانیم. مقدسی همدیگر را فراموش کرده راه جداشوی را که سر کردند کار ما حل می شود. دوگانیک ها هم راه جداشوی دارند. خانم به خانه رفتید؟ کودکانش خیلی خوب. من یک یکی را دیده بد می آیم. این نقشه که اجرا شود برای انتخابات سال 2011 یک حکومت خوب ساخته بعداً با خواست خود رئیس جمهور را انتخاب میکنیم. برای چی ما در انتخابات اشتراک میکنیم؟ ما به این هم انتخاب میشویم. ما آید انتخابات 2011 و 2012 صحبت کرده در 2013 با انقلابچیان هیئت مخصوصی خود را تشکیل میدهیم. عزیزم حاضران، انقلاب حاضر زمان می شود اما انتخاب حاضر زمان نه. همین خیل نه؟ بعد اسلوب از طرف خلق انتخاب شدن رئیس جمهور را بیکار کرده رئیس جمهور نو را در مجلس عالی انتخاب میکنم. علاوه بر این یک کمیسیه حاضر زمان برای خودمان میسازیم. نامش باشد محافظت پیروی از سرقانون و جمهوریت میشود. مرا هم در این کمیسیه که تشکیل میکنید یگان وظیفه میدید؟ البته همینطوری را میتوانم سردار این کمیسیه کنم. مینی پیش از تصدیق قانون ها مقامات بالایی پیش از انتخاب سود عالی رئیسان شهر و ناحیه و اعضای وکیلان ملت را کمیسیه ما قرار میدهد. شما فهمیدید؟ به اجازت این کمیسیه یگان کس نامزدیش را ماندن نمیتواند. یعنی این مثل انقلاب حاضر زمان میباشد. باز علاوه بر این یک رئیس جمهور یافتن در کار. مثل من در دعوای صادق، روشنفکر، معاصر، با اخلاق، باطناً و آدمی کاملا معاصر باشد. جناب پسگار، اگر اجازت دهید نامزدی من آید رئیس جمهور البته تیار. با جان دل آقای حاضران، دستتان را دهید محترم رئیس جمهور بوسه کند. با عرض و سپاس. آقای حاضران به فکر من لایق این وظیفه می باشد. برای توجهتان تشکر زیاد. علاوه بر این با دوستان خارجیمان یک دو مسئله را بررسی کردیم. مشکلات های حاضره ترکیه رو به دولت اسلامی و عثمانی آورده ایستاده است. این خیل شود ترکیه در آینده نزدیک مثل ایران، لبنان و سوریه می شود. برای همین علاقه آنها را به خارج تماما قطع کردن لازم. دوست عزیزم حاضران، نقشه هایی که تو از خارج تشکیل میکنی بسیار معقول، اما ما باید اقتدار را به دست خودمان گیریم. برای این به من آتش و تیر و تفنگ و خون لازم. توجه. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونتون شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نقص میشد. کشتی جا ایش چیز.
چراغ سبز روشن شد. کمر امنیت رو محکم بند. میترسم که یک سحر مثل جین از کوزه میبرایی. این جناب کیست؟ من مارتیوین، پدر ایگید. شما شوخی میکنید؟ پسرم در بیمارخانه باشد مگر جای شوخی است؟ حالا با شایی که نمیشنویم. با یک جای آرام رویم، گپ‌های بسیار مهم است. چه سایه؟ اولی جناب، در سوکا چی است؟ لباس هایم، سلاح و در لباس تجهیزات خبررسان. یکی رو چخل میبروریم؟ با او باید فهمانم که این کاری ترکوچه است. در جاش نایستاده از بیمارخانه میگریزد. یگان کار میکنیم، یعنی در بالای یگان کس هست؟ ملکه در همین جا است. تجهیزات پیوست کنی را تو گیر. همه علاقه ها را پیوست میکنی. مارتیوین رو چخل میوبیم؟ او کایها گم شده رفته است. یا او یگید را میابد یا اینکه یگید او را. به هر حال او نزد یگید میرود. از این سبب ما باید این تجهیزات را در بدن یگید جایگیر کرده از دنبال یگید شویم. پس یگید باید او را کشد. اگر نشود خودمان او را نابود میکنیم. فهمیدی؟ اکنون فهمیدم. بیا میدرویم. معلوم شد که آن خبر می آوردگی مشهور که ناهنگشته گفت شمایی؟ بله، گوش کن نجیب، ما با تو باوری داریم. اکنون فهمیدم که یکی از نزدیکانی گیت می باشی، تو رو دوست می داره. مثل پیشینه دوست نیستیم. ما را جدا کردند. آنها جدا کردن. کاری که با من و پدرم کردن حالا باشد با پسرم میکنن. وقتی آمد است که او را از دست پیسگور و پیکاس نجات دهیم. من چندین وقت شد که با این کار مشغول می باشم. خبر دارد البته. یگید را به نهایت به خشم آورد. او به کارهای خودش باوری دارد. گمان میکند که برای وطن خدمت کرده ایستاده است. یگید از دنبال من نشو. گمان میکنن که من قاتل پدرش هستم. کار را آنها کرده، گناهش را به من حواله کردن. گمان میکنن که عملیاتی که در توی شده بود کار ماست. یگید، برای چی با آنها پیوست شدی؟ تنها تو ما را یاری داده میتوانی نجیب. او را گرفته به نزد من بیا، یک جای همش را میفهمونم. باور میکنه یگان چاره دیگر نیست. اگر من با او گویم که حالا تو را به نزد پدرت میبرم، در حیاتش باور نمیکنه. در روزهای آخر چیزی که گویم به من باور نمیکنه. تنها او را گرفته بیار، یگان سخن نزن. من خودم همش را میفهمونم. در حقیقت پدر یگید بوده ای. یا خانه چه در درون جنگل. در این کاغذ چه خیلی آمدنش نوشته شده است. میاری او را نجیب سردار. من رو با فرزندم پیوست کن. نویفتم باز از دست ندیم. پسرم را از دستی اون احمقان نجات دهیم. وعده میدیم که از دستم آمدگی کار انجام میدیم. از من انتظار خبر شوید. کم مانده است سردار. پیوست شدن با او نزدیک شده است. تشکر برادر. سلام آقای مأمور. بفرمایید.
من تقای یگیت هستم. برای عیادت آمدم. دکتر با خبر است. اگر لازم شود زنگ زنید. نه لازم نیست. نظارت کرده ایستادیم. تشکر زیاد. وای جانکی من. خیریت تو را سلامت میبینم. آهسته آهسته حالم خوب میشود، اما بستر بیماری جای من نیست. هر چه زودتر تو را در نزدمان دیدن میخواهم. یگان خبری نواست. از کی؟ این کاری کیست میدانه؟ ها این مسئله. بله میدانم که این کارو کی کرد. کی بوده است؟ به من بگو. آرام باش. شخصی که سرداری کتی است. او را میشناسی؟ این شخص سرداری کتی است. ترکوچو. این ترکوچو میشناسی؟ میخواست با من نزدیک شود. نه برای همین بوده است. ترکوچو من گمان میکردم که تو انسانی با شرفی. حمله که در توی شده بود همین مرد است. قاتل پدرت هم. قاتل پدرم هم. همین آدم است مگر؟ باوری کامل دارم. همه را تفتیش کردیم. بین هر دویش یک خیل. وای رزیل بی ناموس. چه خیل من این را نفهمیدم. این مرد کارش را خوب میداند. یک لحظه غافل شدی تو را استفاده میکنه بگید. پیکاس او در اینجا چی کار میکند؟ خدایا. چی فکر میکنی؟ فکر میکنم که این بشرف را چه خیل پیدا کنم. یگان نشانیش هست پیکاس؟ نه پنهان شده است. من البته او را میابم. وقتی که یافتم جزایش را میدهم. مردهش را باشد نزد پیسگار میبردایم. نجم پیکاس با من یارده پیکاس. از اینجا مرا برار پیکاس. ایست چیکار میکنی؟ در پسی در پلیس است. پیکاس من باید حتما او را پیدا کنم. یگید خودش چی گپ؟ هیچ چیز نیست. خدا صبر داد ملک خانم. با آسانی شفا یافت. خواهش میکنم برایت آقای کوبیلای. یگید باید استراحت کند. یگید تو چی کار میکنی؟ آقای کوبیلای را گسیل کنم. لازم نیست. خودش میرود. زحمت نکش یگید جان. من خودم میروم. باید استراحت کنی جانم. نه حاضر یک دقیقه. من داروت رو میارم. حاضر. دو حجره پس در زیر میز برای تو یک سمکه گذاشتم. در درونش لباس و سلاح است. تشکر بتا. این چی؟ با آسانی برآمدن داروی بیهوش میکردگی. مکان خواهی را که یافتم در حال به تو زنگ میزنم. تشکر. به صبرانه انتظار میشوم پیکاس. همشیره سوزن دستش برآمده است. من میروم. زود شفا یاب یگید. تشکر برای آمدنت پیکاس. از اینجا دف شو.
خدا شفا دهد. تشکر شمشیر. نمیارزد. این پسر اینقدر سالها تیز گذشت. بین در اینجا 4 ساله بود. اینش رو بین. اگر شما با او گپ زنید شاید با ما پیوست شود. آن وقت با قوت‌تر میشویم. کار پیسگار و پیکس هم خاتمه مییابد. مرا فروختن بس نبود. باز پسرم را فریب کرده ایستادند. اینک همه یک جویم سردار. همه یک جا. وقتی که از درد روی رو با آغوش میگیرم تا مردنش آزاد نمیکنم. 1 ثانیه هم باشد چشمم را از اون نمیکنم. شاید برای شما عجایب باشد، اما پیرون ساله و سالهای جدایی دلم فکرم در اوست. نجیب سردار چیکار کرد؟ آیا گپ زده باشد؟ هدفت من بودم. میدونم که این کاری تو است. فرمان رو تو دادی. متاسفانه نافهمی شده ماند. این خیلی نافهمی ها می شود، اما روزی می شود که آن تیر جای خودش را می یابد. حاضر به بالو برآمده با یگیت میگویم که قاتل پدرش کی است. انا بعد میبینم تو چیکار میکنی. اگر یگید فهمد که تو چه خیر شیطان هستی، آن وقت میبینیم تو خودت چیکار میکنی. از اینجا زودتر برآمدنم در کار. اوه خوب میبینم که خیلی هم خوب شده. خیریت که شما آمدید سردارم. من به فکر آن بودم که کی مرا از اینجا میبرارد. بالایی سراسیمه نشو. سحر تیر خوردن بگاه سیرگاش کردن خیلی نمیشود. من یک لحظه در آخرین نقب روشنی را دیدم سردارم. روشنی دیده باشی بسیار خوب. بعضی انسان ها یک چکوری سیاه میبینن. خیریت که این دفعه هم زنده ماندم. تو نمردی؟ این راست. اما انشالله که او مرده است. او کی سردارم؟ نفست. با تو امر شر میکردگی. من تا اینکه او مرده نابود شود خودت را از او نجات ده. در هر یک قدم تو چاه میکند. آیا نمیبینی؟ چی ها میگوید سردارم؟ چی؟ تو فکر میکنی که چیکار کردنت را نمیدانم؟ من تا این تیر مهر و محبت قلبکیه که بر وطن داری نیست و نابودش کند یگید. یعنی وطن را دوست نداریم؟ این دوست داری وطن نیست یگید. این منمنی است. این خود را قهرمان نشان دادن است. بس کن تلاشایی که گویا دنیا را تنها خودت نجات میدهی. از این جهت مثل یگیتی پیشی نبیخیز. من کار خود را میدانم. در این راه با مردن هم راضیم. اما شما یگان چیز را تغییر داده میتوانید. نه هرگز. من البته میخوام که دنیا را نجات دهم، اما با مشورت دوستان و رفیقان حرکت کردم. من تنها با قانون کوشش میکنم که زندگی کنم. تا حد امکان عملی میکنم. خودت را به مال دنیا نده. زودتر دست را کش. این بار وزن را بر دوش خود گرفتن نمیتوانی. بسیار کسان در تلاش این دنیا بودند. از یک طرف می ساختند و از طرف دیگر می مردند. سردار شما اینجا شیرخانی آمدید؟ نه، با تو خبری آوردم. از کی؟ از ترکوچو. از ترکوچو؟ من به یگید همش رو میفهمونم. اگر من رو کشد هم با او همش رو میفهمونم. دیگر نمیتوانم. با یگید یگان سخن گفتن لازم نمیشود.
برای چی؟ برای آنکه تو کیهان مرده ای. مایکل او را از کجا یافتید؟ او مرا یافت. برای مسئله مهمی با تو گپ زدن میخواسته است. سراغش را دارید مگر؟ بله، در جیبم. این طرح باشد میرویم. نه، با این حالت نمیشود. خوب شوید با هم میرویم. خودم میبرم تو را. خوب شده سردارم. فردا صبح همش خوب میشود. من این دیگر گپ کمی گپ را گوش کردن در کار. چی شد؟ چی در داری؟ سردارم پایم رو راست کنید. حالش حاضر درست میکنم. چی کار میکنی یکی؟ خودت را به دست گیر. میباشد سردارم، اما ناکس قاتل پدرم است. قریب بود که ملکه را هم میکشت. اکنون نوبتی من است. از آنی که مرا کشته نتوانست پشیمان میشود. ایست، این همش دروغ میباشد. با من گوش کن. تو چرا در نزدیکت نیستی؟ خب مایلش، از پای کارت شو. ببخشید سردارم، این امکانی آخرین برای یافتن قاتل است. بعد هر چی که خواهید با من کردن گرید. بسیار خوب. آقای نجیب، آقای نجیب، آقای نجیب، به خود بیایید. آقای نجیب. یاری دهید، یاری دهید. همشیره چه شد؟ چی واقعی؟ التماس یاری دهید. یگید از بیمارخانه برآمد. بسیار خوب، از پایش شوید و کجایی که رود تعقیبش کنید. با دقت باشید. آقای نجیب، آقای نجیب، التماس به هوش آید. آقای نجیب، آقای نجیب. کیو رو بهوش کردند؟ یک چند دقیقه پیش. مامان چی شد؟ آقای نجیب، یگید گریخت. گریخت؟ من در کجایم؟ آقای نجیب. آقای نجیب، التماس به هوش آید. زودتر. اکنون عجلت میرسد ترکوچو. انتقام پدرم را حتما از تو میگیرم. تو قاتل رجل را حتما به جهنم میفرستم. حتما.
خیریت در همین جا بوده است. ترکچو سر نهایت آمدی. خوش آمدی. تو را دیر باز انتظار بودم. برای آنکه با تو وقت زیادی را بیهوده صرف کردم پشیمانم. امشب جان تو را گرفته حتما آسوده می شوم. فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارت میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب. روزهای نزدیک هم صدا پیشنهاد می کند. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف، از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالگرامادور را خریداری نمایید. گالگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالگراما ندارند صفتی پس داشته قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسکوی گالگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردنی شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نماید که اگر شما فروش دیسکوی قلبکی یعنی به گالگراما را دیدید، به طرفی رو اختیار نکرده و تشکیلات و یا کمیته های دخلدار مراجعه کنید. مرکز پرودوسری همصدا تقدیم می کند. باری اول در تاجیکستان عضوانی بهترین گروه حجوی میانی بهترین گروه های حجوی کوخی борбат 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания хандин камон шакарханд санакҷон як косао биёр. очай бекавазика кайфулову мастуло арабшо компания роби маҳфил аловиддин абдуллоев ва масура ортиқова. озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид, суруди ҳаҷвӣ, саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи овоздиҳӣ аз толор сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ВАЗ 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28